چیز به شما نیز گذرا است. اگر شما خواهید که نبیره‌هایتان را ببینید باید انتخابتان را کنید. نمیدانم فهمانده توانستم یا نه. تو تا حال بازی داری؟ کنی خواب کن پگو باید بر وقت برخیزی تا که به درس دیر نکنی. با مکتب نمیروم. چیچک جان امروز برای نرفتن سبب داشتی اما پگو به مکتب میروی. شما به دانشگاه نمیروید کو؟ من برای چی روم؟ من در دانشگاه میخونم، برای همین چیکار کردنم را خودم معین میکنم. تو باشی تا به دانشگاه داخل شدم به گپ یکی بی‌ضبط گوش میکنی. وقتی خواب شد. اینجا خوابگاه است یا خونه؟ شب خوش. کمال در کجاست؟ در درون خولای نیلگون، در حجره استراحت. در اینجایی از نه؟ وقتی که کارگاه نیلگون را ویران و ولنگار کردند اون وقت معلوم بود، اما تا به این کار جرأت کردنشون را فکر کردن نمیتوانستم. اگر میدونستم او را تنها به مکتب روانه نمیکردم، حداقل در نزدش می ایستادم. کارگاه را ویران کردن؟ نیلگون به تو نگفت؟ نه البته نمیگوید. من بیهوده این گپ را گپ زنه مردک. یزنه نه تجهیزات مانده است و نه در و تیریزه، همه چیز را شکستند. من باشم ماشینم را فروخته تا قدر امکان توانستم تعمیر کردم، اما گپ در سر این نیست. به پلیس زنگ نزدید؟ پلیس آمد عقد و معلومات گرفت و رفت. پیدا میکنیم گفتند و دیگر از آنها خبر نیست. این طور باشد من این کار را نظارت میکنم. در مدت یک چند روز حل میشود. حل میشود یزنه، اما بعدم دشوار میشود. بینید اگر کار تا دزدیدن حسرت رسیده باشد، خدا میداند دفعه دیگر چیکار میکنند. من باشم تنها خودم همش را نظارت کردن نمیتوانم. ما روزهای وزنین را پشت سر کرده ایستادیم یزنه. وزنین رفته بین چی میخواهد؟ گبزن به حجت خونه رفتن میخواهم. مالش بر زود باش، مرا انتظار نکن. زودتر برو، مرا انتظار نکن. بهودا خود را آواره نکنید و مرا سر دهید. یک روز حتما شما را پیدا میکنند. من رویتان را ندیدم. مرا سر دهید و خیر از شما شکایت کردن نمیتوانم. از برای خدا مرا سر دهید. به شما چیکار کردم؟ نفس گرفتن نمیتوانم. محکم نکن. فهمو محکم نکن. بگذار همین طور است. کمی نفس گیرد بعد محکم میکنی.
تا حال زنگ نزدند دیوانه میشوم. نترس، زنگ میزنند. من بعد حیاتمون همین طور میگذرد. دائم با ترس و هراس زندگی میکنیم. اگر کسی به ما نزدیک شود با شبه نگاه میکنیم. شما رو از مشکلی استانبول خلاص میکنم گفته خطا کردم. ناراحت کردنی چون این سگ‌ها را باید تخمین میکردم. برای چی ما را ناراحت میکنند؟ برای چی نمیگذارند که با حال خود زندگی کنیم؟ این معما پگاه به آخر میرسد و برای بار دیگر تکرار نشدن از دستم چی کاری که آید میکنم. همین حالا وقت زنگ زدن است. تقا کی به شما زنگ میزند؟ از قهوه خانه زنگ زده ایستادند. در درونم ولقان آتش فشانی کرده ایستاده است. در درونم زمین جوبی شده ایستاده است. کی به جیان من این کار را روا دید؟ کی این کار را کرده است؟ دیوانه میشوم. در حقیقت دیوانه میشوم. الو فاضل، از طرف من یگان کمبودی نیست. یزنت پول را تیار کرده است؟ گوش کن، خیلی گپ زدیم. به حضرت ضرر نرسانید. تو پولت را میگیری، ما باشیم به استانبول میرویم. به تهدید و خودنمایی احتیاج نداریم. تو این طرفش را فکر نکن. اگر آدمانی تو به پلیس خبر دید ما را آگاه کن که تو هم به مصیبت دچار نشوی. فاضل، کسی به پلیس زنگ نزده است و زنگ هم نمیزند. پگاه پول را میگیری و جنم را سر میدی. فهمیدی؟ بعد همه با راه خود میرود. گوش کن فاضل، من با توصیه تو به این کار دست دادم. اگر مبادا یگان مشکلی شود و مرا دستگیر کنند، تو را نیز به مصیبت میکشم. فاضل، سفسطه نخوان حیوان. مشکلی چی؟ کار بی‌درد میان است. همین تو خود دیوانگی نکنی کفایه است. مرا گوش کن. حاضر زنگ نزن. سحر زنگ زن تا که جدی بودن این کار را درک کنن. اگر از آن طرف یگان مشکلی نشود، دختر را صحت و سلامت میسپاریم، وگرنه دوامش را تو فکر کن. فهمو. اگر یگان چیز شنوی زود به من خبر ده. مایلش. سلامت باش. تقا برای چی ابروک شدید؟ هوشم رفته است. مرا به حالم گذار قادر. با کی گپ میزدید؟ از بیکار شیشتن زیق شدم. بعضی ها را آگاه کردم که اگر یگان چیز را شنوند و بینند مرا حتما خبردار کنند. کاش که خود سرانه کاری نمی کردید تقا. کسی به من کاردار نشود. من به مانند جناب کمال آرام شدن نمیتونم. فهمیدی؟ جیگرم میسوزد. چی کاری از دستم میآید میکنم. تا آخر مبارزه میبرم. به پلیس خبر ندی؟ گفتی ندادیم. به من فشار نآرید. اوف تقای به انصاف، اوف تقای به وجدان. مادرت در آشخانه است؟ ساعت هاست که خوراک میپزد. من خبر گیرم. نیلگون چی کار کرده ایستادی؟ خوراک میپزم. قیمه فعلا، قیمه جلی و اناری کیزلی.